دوستان عزیز به شما بلیط های ارزان لازم است نمیدونید از کجا خریداری نماید با واتساپ اویاکاسای شاهنازه زنگ بزنید بلیط های ارزان و باورناک است عزیزم راستی گپ همین شما را در ایستگاه دیدم این حسن جمال شما با من عاشق شدم باور میکنید توبه کردم این دختره که خوشروبی ای دیگه آدم نبود امور بیوی اگر شما خواهید من به شما از آسمان ستاره کنده میارم منش کی میاره وقتی که شب شود ستاره پیدا شود من البته به شما ستاره میارم گرید آکا تو اینجایی؟ یک مردک همونجا خورا خورد و همین حجتاش بیچاره مانده رفت من همین قبور آمدم گفتم نیافتم و اگر آمده ماند گپ زنید که صبور جان نام یک مردک همین شما همین قدر کاف نیافتم این حجتو گیر گفته برادر ایره برای جوش نمونه چی با؟ این منیو های ای همین تلویزیونی بیچاره چه گناه داشت که تا هم تلویزیون را سوزوندی ها؟ آخی مردک این که کنابکش جقیدم گیریو نشید تو کنابکه را نجقیده ای تو یگان سیم کشیده کندگی وای کنابکش نه وای سیم کندگی نمیبینی؟ نه مردک نمی استگ همی سیم شم کشیدم که سیمش کن شما فقط زنکو هم سیم شم کشه نکنه نمای چیزا را ای میدونی که ما را چند سوم خریدگیم ما برو با پول قیمت خرید آوردگیم او مردک تلویزیون برای تماشا کنی برای چیه دیگه برای سیمش کشیدن نیست کو اخی خب پول چه ده جای سازمان پول چه ده جای سازمان وچدنم خیلی کار داره شما جزیر میکنه فقط ما چیکار میکنم اینا که به تلویزیون ای مردک از سبت ویرونه که کم جان که اونا مردک همسایه فراد که میگیره سازش میکنه فرادش کدام موزی میویا خانه کدان کدا با شرطم جان کنی کتیمو شما را اگر هم خیلی نکنه تلویزیون تپید میکنه پرتوین او بیو براب درو خونه لابا بیو اکا استو فهمیدی اکا؟ اوه بیو اکا السلام علیکم سلامتی خوبه اکا استو رحمت شما نازه میشه اینجای ای خود تینجای اکا این همی گروسی گپ زنا گیرت تلویزیون هم سیمش کم کشیده کنده پایت کدام در کور خود پایانینگ داری اخی ها او شروع پایت کدام میتونی اخی تلویزیون قیمت های اخی شروع پایت کدام میتونی اخی ها خیلی او خمنه میشه بزیب کو بزه باشه میتونو